من اول که وارد برنامه شدم دقیقا این حرف رو بهم زدن که حواست باشه نگار میخواد تیم کشی کنه. کی به شما این حرف زد؟ اسم بیارم؟ بله. تناز و ماهرخ سعی کردن با من دوست‌تر بشن. من دختره زیبا میبینم اول میرم بهشون میگم شما چقدر زیبایی، به نگار گفتم، به ماهرخ گفتم، صورتهای قشنگی دارن، داشتم باشون آشنا میشدم و اونا داشتن به من میگفتن که حواست باشه که محیط اینجوریه، ولی منم توجه نکردم. یعنی من کلا تو زندگی آدمیم که خیلی به شناخت خودم متکیم در همه چیز و تو 2 روز من فهمیدم ماجرا چه خبره دیگه. یعنی بالا پایینش دستم اومد و بعدتر باز اومدن این اتهام رو باز به منم زدن که آره تو هم رفتی تو تیم نگار، در صورتی که من اصلا اون وسط فقط داشتم شنونده بودم، فقط میخواستم ببینم کی داره چی کار میکنه. از رفتارهای بد این و اون فهمیدم که آره خب کسی که پشت سر فلانی حرف میزنه قطعا آدم درستی نیست.